یکی از عجایب پارسه دروازه ملل است که به دست خشایارشاه ساخته شده و نگهبانان آن موجودات افسانه‌ای هستند: نیمه گاو، نیمه انسان و بالدار. این موجودات 16 متری فقط یک تندیس نیستند. آنها نماد حفاظت، قدرت و حضور تمام ملت‌های تحت سلطه امپراتوری هخامنشی بودند. یک پیام روشن به جهان: اینجا مرکز دیپلماسی و اتحاد است. از عجایب دیگر، کاخ آپادانا. این تالار بزرگترین محل برگزاری جشن‌ها و مراسمات نوروز بود. شاهکار اصلی در پلکان است. در آنجا هیچ صحنه جنگ و خونریزی نمی‌بینید، بلکه نقش برجسته‌های خارق‌العاده از نمایندگان 23 ملت وجود دارد. همه با لباس‌های متفاوت در حال اهدای هدایا به شاه. تخت جمشید مظهر یک امپراتوری جهانی بود که تنوع فرهنگی را جشن می‌گرفت و احترام به حقوق بشر را بنا نهاد. آیا می‌دانستید زیر این بستر سنگی یک شبکه مهندسی باور نکردنی وجود داشته؟ هخامنشیان با استفاده از کانال‌های آجری و قیراندود یک سیستم مدیریت سیلاب و فاضلاب پیشرفته ایجاد کردند تا آب باران را کنترل کرده و از بناها محافظت کنند. این معماری هوشمندانه ثابت می‌کند ایرانیان باستان در مهندسی چندین قرن جلوتر از زمان خود بودند. تخت جمشید یک بنای سنگی نیست، یک تاریخ مصور است، نماد صلح، هوش و عظمت.